تا به حال احساس کردی که توی زندگیت قدرت تصمیم گیری نداری یا نه؟ انگار یه چیزی تو رو از درخشش واقعی دور کرده، انگار حالت خوب نیست، حوصله انجام هیچ کاری رو نداری، حوصله هیچ رو نداری. خورشید منبع قدرت و انرژیه، دقیقاً مثل چاکرای خورشیدی که منبع قدرت درونی ماست. حالا اگر این چاکرا مسدود باشه چه اتفاقی پیش میاد؟ اصلا باید چیکار کنیم؟ میخوام توی این ویدیو 0 تا 100 چاکرای بی‌نظیر خورشیدی رو براتون بگم. اگه از دست بدی ضرر کردی رفیق. خب سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به آکادمی میلاد. امیدوارم حالتون همیشه عالی باشه. اگه علاقه داشته باشید به چاکراهای بدن، هدایت انرژی جنسی و مراکز انرژی بدن انسان، این ویدیو و این کانال میتونه بهتون کمک کنه، میتونه بهتون اطلاعات بسیار مفیدی بده. چرا که همین مطالب، همین ویدیوها رو خیلی‌ها دارن هزینه میکنن که ببینن، اما اینجا کاملا رایگان، تخصصی و ریز به ریز و دقیق قراره براتون ارائه بدیم. پس ما از چاکرای ریشه شروع کردیم و الان رسیدیم به چاکرای سوم، یعنی چاکرای خورشیدی مانیپورا. گفتیم بهتون چاکراها پلکانی به تعادل میرسن. اگر ویدیوهای قبلی رو ندیدید برید چاکرای ریشه، از همون ابتدا شروع کنید و یک به یک بیاید جلو. خب قراره توی این ویدیو ابتدا در رابطه با نشانه های بسته بودن چاکرای خورشیدی صحبت کنیم و بعد بریم سراغ روش هایی که این چاکرا به تعادل میرسه، این چاکرا باز میشه، و بعد بریم سراغ این که حالا از کجا بفهمیم که این چاکرا باز شده یا نه. میخوایم به ترتیب، تخصصی و ریز به ریز براتون توضیح بدیم. دوستانی که تازه با کانال ما آشنا شدید دوست داشتید سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما حتما میتونه براتون موثر باشه و پیج اینستاگرام ما هم هست، اونجا میتونید با ما همراه باشید. خب ابتدا باید بدونید اگر این چاکرا بسته است چه نشونه هایی داره. همینجا کاملا متوجه میشی شما از این چاکرا چی به دست میاری. پس وایسا گوش کن. از کجا بفهمیم که چاکرای خورشیدی مسدوده؟ شماره 1، احساس بی‌ارزشی و کمبود اعتماد به نفس. احساس میکنی که خودت نمیتونی کاری انجام بدی، احساس میکنی که نیاز داری یکی بیاد بهت کمک کنه، فکر میکنی تو نیاز به تایید بقیه داری و از قضاوت بقیه هم میترسی و همینطور به خودت ایمان نداری که آقا من میتونم فلان کار انجام بدم، من قدرتشو دارم، من انرژیشو دارم، من تواناییشو دارم که هر کاری که بخوام و میتونم انجام بدم. و اما این اعتماد به نفسه نیست، تو خودتو کم میبینی، یه انسان ضعیف میبینی. این یکی از مواردی هست که نشون میده چاکرای خورشیدی بسته است. مورد دوم، اضطراب بی‌دلیل. استرس و اضطراب بی‌دلیل داری، خودت هم نمیدونی به چه دلیل. یه کار خیلی معمولی میخوای انجام بدی، میخوای با یکی بری صحبت کنی، استرس و اضطراب تو رو فرا میگیره. افسردگی بی‌دلیل داری، نمیدونی به چه دلیل، حالت خوب نیست و هر کاری هم میکنی از این منجلاب حسال بد نمیتونی بیای بیرون، حالت خوب نمیشه. و همینطور احساس پوچی، انگار هیچ کاری نمیتونی انجام بدی، هیچ کاری از دست تو بر نمیاد. ببخشید اما خیلی‌ها فکر میکنن که واقعا به درد هیچ کاری نمیخورن. و مورد سوم، منیت بیش از حد منیت داری، فکر میکنی که تو تمام موارد رو بلدی و نیاز نداری که اصلا از کسی سوال کنی، نیاز نداری که یاد بگیری. این خوبه که آدم اعتماد به نفس داشته باشه، اما منیت معنیش میشه اعتماد به نفس کاذب، دروغین، اعتماد به نفسی که به درد تو نمیخوره، برعکس روز به روز باعث پسرفت تو میشه. و رها کردن اهداف، اهمال کاری، اصلا برات مهم نیست که در آینده قراره چی پیش بیاد، اهداف تو چی بوده، قراره چی به دست بیاری. و مورد چهارم، عدم تمرکز. نمیتونی روی هیچ کاری تمرکز کنی، دائما حواس پرتی، یه کار معمولی انجام دادنش برات سخته. و همینطور تصمیم گیری و نداشتن اراده که توی تمام جنبه‌های زندگی میتونه بهتون کمک. اراده‌ای که اگر نباشه شما نه انرژی داری، نه پیشرفت میکنی و نه برات مهمه که قراره چی پیش بیاد. پس این موارد نشونه‌های بسته بودن چاکرای خورشیدی هست. اما خب این موردم بگم بعد بریم سراغ چگونه به تعادل برسونیم، چگونه این چاکرا رو باز کنیم. خب یه سری عوامل فیزیکی هم هست به دلیل مسدود بودن چاکرای خورشیدی. اونا چی هن؟
مشکلات گوارشی، سوء هاضمه داری، زخم معده داری، دل درد بی‌دلیل داری. و مورد دوم کمبود انرژی و خستگی مداوم. هیچ کار خاصی انجام ندادی ولی کسلی، انرژی نداری، انجام دادن کارا برات سخته، دائما خوابت میاد، حس حال انجام دادن هیچ کاریو نداری. و مورد سوم مشکلات کبد و صفرا که دیگه نیازی به توضیح نداره، کبد چپ، مشکلات آنزیمی. و همینطور مورد چهارم سرگیجه و نوسانات قند خون. سرگیجه مربوط میشه به افت فشار خون، پایین اومدن فشار خون، و نوسانات قند خون هم که قند خونتون دائما در حال اختلال هست، بالا پایین میره. و این بود نشونه های بسته بودن چاکرای خورشیدی. اما یه نکته رو بهتون بگم، شاید شما تو این مواردی که بهتون گفتم 3-4 مورد براتون پیش اومده، دوچار شدین، اما خب بعضیاش نه. این هم نشونه بسته بودنش هست. خب اما میریم سراغ اصل موضوع، فعال سازی و تعادل چاکرای خورشیدی. باید چیکار کنیم؟ بی‌نظیره و کاملا تخصصی، کاملا دقیق قرار براتون توضیح بدیم. بعد از این نکات تعادل رسوندن چاکرای خورشیدی میریم سراغ این که حالا از کجا بفهمیم که اصلا این چاکرا به تعادل رسیده. خب ببینید، یکی از مهمترین موضوعات فعالسازی چاکرای خورشیدی و هر نوع چاکرای مدیتیشنش هست. حالا اینجا مدیتیشنی که گفته شده مدیتیشن مخصوص چاکرای خورشیدی هست و به نوعی مراقبه محسوب میشه. پس ما میگیم مراقبه یا حالا مدیتیشن مخصوص. خب باید چیکار کنیم؟ دقت کنید رفقا، خیلی این موضوع اهمیت داره. یکی از مهمترین موضوعاتش همین بحث مدیتیشنش هست. پس خوب دقت کن. یه جای ساکت و آروم انتخاب میکنی. حالا میخواد توی اتاقت باشه، میخواد توی طبیعت باشه، هر جایی که خودت میدونی، که برای حداقل 15 دقیقه کسی کاری بهت نداشته باشه، سر و صدای خاصی نباشه، کسی مزاحمت نشه. خب چی کار میکنی؟ روی زمین یا روی صندلی بشینید. ببینید کسی که روی زمین میشینه به حالت 4 زانو، که حالا تصویرش رو اینجا براتون میذاریم، خب نحوه نشستنش اینجوری. روی زمین ارتعاش بیشتری داره و شما تمرکز خیلی بهتری میتونی داشته باشی. اما خب حالا بعضیا میگن آقا من نمیتونم، مشکل دارم تو قسمت زانو، تو قسمت لگن یا هر چیزی، اصلا نمیتونم خوب تمرکز کنم با نشستن. میتونید روی صندلی هم بشینید، مشکلی نداره. اما اگر مسئله این نیستش، روی زمین بشینید به حالت 4 زانو خیلی بهتر. چی کار میکنید؟ زمانی که نشستین دستها رو روی زانوها میذارید، کاملا آروم و با وقار میشینی، وجود خودتو، طبیعت خودتو کاملا اونجا حس میکنی و بعد چشما رو میبندی. تنفسی که شما باید داشته باشی از طریق بینی و دیافراگم شماست. یعنی شما زمانی که از بینی دم میگیری باید شکمت بیا جلو و زمانی که بازدم خروج از دهان رو انجام میدی شکم برمیگرده سمت عقب سر جای خودش. در حینی که داری دم میگیری از بینی تجسم میکنی که یک نور زرد، چرا؟ چون چاکرای خورشیدی نور مخصوصش زرد رنگ هست. تجسم میکنی که یک نور زرد رنگ در قسمت بالای ناف و زیر قفسه سینه، چاکرای خورشیدی زیر قفسه سینه و بالای ناف هست، دقیقا میشه گفت بالای شکم. تجسم خودتو عمیق میکنی و احساس میکنی که با هر بار دم گرفتن تو این نور زرد رنگ داره پررنگ و پررنگتر میشه و در نهایت تمام وجود تو رو در بر میگیره. اما با بازدم تو از طریق دهان تمام احساسات منفی، خشم تو، افسردگی تو، استرس و اضطرابت، حال بدت و نداشتن اعتماد به نفست داری حس میکنی. با بازدم تو تمام این احساسات منفی داره از وجود تو خارج میشه. اوکی؟ خب ببینید زمان انجام دادن این مدیتیشن 10 تا 20 دقیقه است. خب شما حالا میتونید بین 10 تا 20 مثلا 15 دقیقه انجام بدی، اما در نظر داشته باش که این مراحل رو که انجام دادی 2 دقیقه پایانی مدیتیشن خودت رو میای یه سری کلمات تأکیدی توی ذهنت تصور میکنی و یه سری کلمات تأکیدی بر قدرت درونی خودت
به خودت میگی. سری کلماتی که بر قدرت درونی شما و اعتماد به نفس شما تأثیر مثبتی میذاره اینجا براتون میذاریم. همینا رو میتونید تکرار کنید. بسیار بسیار عالیه. خب مانترای چاکرای خورشیدی رام هست. مانتراها گفتیم بهتون یه سری صوت هستن که به تمرکز بیشتر شما و دریافت انرژی بیشتر بهتون کمک میکنن. میتونید زمان بازدم تکرار کنید. رام. آروم این مورد رو زیر لب میتونی بگی، اما خب اجباری نیست، جز واجبات نیست. خب این شد از مراقبه مخصوص چاکرای خورشیدی. خیلی مهمه، خیلی مهمه دقیق یاد بگیرید. حتی اگر متوجه نشدید 2 مرتبه برگردید عقب و نگاه کنید. خب اما عنصر چاکرای خورشیدی آتشه. پس شما باید حداقل روزانه 20 تا 30 دقیقه در معرض نور طبیعی یعنی نور خورشید قرار بگیرید. خیلی هم ساده است، یه کار خیلی عجیب و غریبی نیست. و اما یه سری مواد غذایی که کمک میکنن به تعادل رسیدن چاکرای خورشیدی باید استفاده کنید. بچه‌ها تغذیه خیلی مهمه. توی تعادل رسیدن چاکراها تغذیه ها مهمن، مثل همون مدیتیشن. پس گوش کنید. مواد غذایی که زرد رنگ هستن، نارنجی هستن و یا قرمز که به انرژی و متابولیسم بدن کمک میکنن. مثل چی؟ مثل موز. یه موردایی براتون نوشتیم که خیلی سخت نباشه تهیه کردنش و خیلی هزینه بردار نباشه. مثل موز، مثلا آناناس رو براتون ننوشتیم چون گرونه. موز، هندونه، پرتقال، کدو حلوایی، ذرت، زردچوبه که اصلا پر از خواصه، بی‌نظیره. و پروتئین های گیاهی مثل لوبیا، نخود و عدس. تموم شد رفت. اسکرین شات حتما بگیرید. خب اما انجام تمرینات یوگا، بسیار بسیار انجام تمرینات یوگا به تقویت عضلات بدن که مختص همون چاکراست و خارج شدنش از مسدودی بسیار زیاد کمک میکنن. حرکت پلانک برای تقویت عضلات شکم، حرکت قایق و حرکت درخت، تمام اینا رو الان براتون توضیح بدیم. گوش بدید. اولین حرکت پلانک هست، یا میتونید کف دست ها رو بدون خم شدن آرنج روی زمین بذارید و تمام بدن رو بیارید بالا، و یا اینکه آرنج رو به حالت شکسته قرار بدید و پایین تنه رو بیارید بالا به طوری که به زمین اصابتی نداشته باشید. حرکت بعدی قایق هست یا ناواسانا. میشینید روی زمین و پاها رو از زمین جدا میکنید به طوری که تمام وزن روی قسمت باسن باشه. و یا میتونید حرکت کبرا رو انجام بدید که بی‌نظیره و فقط قسمت بالا تنه رو به سمت بالا بکشید. حرکت بعدی درخت هست. تمام وزنتون رو روی کف پای راست ببرید، پای چپ از قسمت زانو خم میشه و داخل ران پای مقابل قرار میگیره و در همین حالت دست ها رو به سمت بالا میبرید و عمل دم و بازدم رو انجام میدین. 1 تا 3 مرتبه در روز به مدت 10 الی 15 دقیقه این تمرین ها رو میتونید انجام بدید. خب میریم مورد بعدی. این موردم بهتون بگم، بعد بریم سراغ این که اصلا از کجا بفهمیم که این چاکرا فعال شده یا نه. استفاده از رنگ زرد، میتونید لباس زرد رنگ بپوشید و یا یه پارچه، حالا یا یه ملحفه، هر چی که زرد رنگ باشه در زمان مدیتیشنتون زیر خودتون پهن کنید. اوکی؟ استفاده از سنگ‌های مفید برای چاکرای خورشیدی. این سنگ‌ها مخصوص چاکرای خورشیدی هستن و به انرژی بیشتر و تمرکز بهتر کمک میکنن. مثل چی؟ مثل سنگ کهربا و سیترین که از این سنگ‌ها رو میتونی همراه خودت داشته باشی، توی جیبت باشه و یا در زمان مدیتیشن همراهت باشه. استفاده از جملات کلیدی و قدرتمند، به چه نحوی؟ یا به صورت زبانی هر روز با خودت تکرار میکنی و یا شروع میکنی به نوشتن همون جملات کلیدی که به قدرت درونی بیشتر کمک میکنه. بازم یه موارد بهتری رو اینجا براتون میذاریم، اسکرین شات بگیرید. یه چیزم بهتون بگم، بعضی از اساتید من دیدم و شنیدم که میگن آقا اینا جزئی از واجباته و باید انجامشون بدید. اما خب بعضی جا من خوندم و دیدم که گفتن نه، جزئی از واجبات نیست، ضروری نیست توی بحث چاکرا. اما خب مدیتیشن، تغذیه و یوگا مهمترین موضوعاتش هستن. اینا جزئی از واجبات نیست، اما خب بهتون کمک میکنه، بی تاثیر نیست رفقا.
بهتون کمک میکنه که راحت‌تر و بهتر و همینطور سریعتر شما بتونی اون چاکرا رو فعال سازی کنی و به تعادل برسونی. خب از کجا بفهمیم که چاکرای خورشیدی به تعادل رسیده؟ قبل از اینکه اینا رو بهتون بگم، مواردی که ابتدای ویدیو بهتون گفتیم که اصلا نشونه های بسته بودنش بود، یکی از نشونه های تعادل رسیدن این چاکرای خورشیدی همون موارده. یعنی وقتی اونا برطرف بشه، اون مشکلاتی که شما داشتی خب طبیعتا نشون میده که شما به تعادل رسیده چاکرای خورشیدی. اما خب چند تا مورد اصلیشو بهتون میگم. یکی اعتماد به نفس و احساس قدرت شخصی. اعتماد به نفست بیشتر میشه، به خودت بیشتر ایمان پیدا میکنی و همینطور احساس میکنی آقا من قدرتشو دارم فلان کارو انجام بدم، من ضعیف نیستم، میتونم، به خودم ایمان دارم. عملکرد خوب سیستم گوارشتون، همون مشکلات گوارشی که بهتون گفتم، مشکلات گوارشی و درد معده و باقی موارد برطرف میشه. تعادل در اراده و انگیزه و فروتنی و تعهد به کار. بچه‌ها تا زمانی که انسان فروتن نشه واقعا هیچ خبری از حس و حال خوب نیست، هیچ خبری از پیشرفت نیست. فروتنی یعنی صداقت، فروتنی یعنی احترام، یعنی در عین قوی بودنت یک آدم افتاده‌ای هستی که خودشیفته نیست. و تعهد به کار، اهمال کار نیستی، اهداف برات مهم میشن، کاراتو شروع میکنی، ناامید نمیشی، تا تهش میری و خودت ایمان داری که میتونی انجامش بدی. تموم شد رفت. اما یه موضوع مهمی هم هست که بهتون بگم، مدت زمان باز شدن و به تعادل رسیدن چاکرای خورشیدی بین 14 تا 21 روزه رفقا. اما بعضی مواقع بستگی داره، این حالا میانگینی هست که میشه گفت برای اکثر آدما درسته، اما خب بستگی هم داره به شدت مسدود بودن اون چاکرا. حالا گاهی اوقات میبینی شاید مثلا تا یک ماه و نیم هم زمان ببره، اما خودت زمان نرمالش بین 14 تا 21 روزه که دیگه خودتون با این تفاصیل متوجه میشید که این چاکرا به تعادل رسیده یا خیر. رفیق گلم اگر تا اینجا بودی حتما میدونم حتما به بحث چاکراها و بحث هدایت انرژی جنسی علاقه داری، حتما برای شناخت بهتر شما یه قلب برامون کامنت کن و همینطور یه لایک هم فراموشت نشه. این لایکتون میتونه به این کانال، به این ویدیوها کمک کنه تا خیلی‌ها بتونن از این مطالب بهره ببرن و معنویات درونی گسترش پیدا کنه. و حتما بهمون بگو که در رابطه با چاکرای چهارم که میشه چاکرای قلب، که اصلا نگم براتون بی‌نظیر این چاکرا، ویدیوهای بعدیش هم براتون بسازیم و اطلاعات خوبی براتون ارائه بدیم یا نه. مراقب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خدایا رو نگهدارتون.